قاعده 162 است که معنای جنت را در لغت و اصطلاح بفهمیم. بالاخره وقتی که از صراط قنطره ختم شد به طرف جنت حرکت است و حرکت جنت در لغت به معنای ستر و پوشش است. کلمه جنه جیم و نون، جنه چرا جن میگه؟ به خاطر پوشیده هست، ما و شما نمیبینیم. میشه جنت هم به خاطر پوشیده هست، ما و شما نمیبینیم، مربوط غیب است. متوجه هستین؟ باغ ها رو چرا باغ میگن؟ جنت میگن باغ، به خاطر از اینکه این اکثرا زمین هم میپوشانه. درخت ها زیاد است، زمین چی هست هیچ معلوم نمیشه، زیر میری کلش سایه است، نه میپوشانه. پس کنه جنین چرا جنین میگه؟ به خاطر که پوشیده هست. در کجا هست؟ در بطن مادرش است. پس کلمه جنه یا جنو جنتن یا کلش به معنای چی است در لغت؟ به معنای پوشش است. و در اصطلاح جنت نام مکان است که الله سبحانه و تعالی او را بر بنده های خود خلق کرده که نعمت های از او مطابق اراده الهی هست. شما تصور کنین یک کسی یک باغ جور میکنه، در این باغ یک قصر جور میکنه، در بین از این قصر و این باغ غذاها و آشپزخانه و غذاهای دیگه داره. تصور کنین باغ یک آدم غریبه، شما یگان دفعه سعی کنین بگه اینی باغ فلانی است، باغ فلانی شخص که بری یک باغ کمه تو مقصد یک چند تا درخت داره، اما وقتی که میری باغ یک کسی را سر میگه میگی باغ فلانی خان است، باز که میری میگی باغ فلانی پادشاه است. متوجه هستی؟ مثلا در بعضی کشورها که بری که باغای شناسایی کنی و نانای شناسایی کنی و طلای شناسایی کنی، اینال جنت که است اما یک باغ هست و قصرهای است و میوه ها و غذاهایی است که به امر کی هست؟ به امر الله. از این خاطر در جنت چیزایی است که ما لا عین رأت، چشم رو ندیدن، ولا اذن سمعت، گوش هم نشنیدن، ولا خطر، حتی در قلب انسان هم خطور نمیکنه که نعمت ها باشه. این در احادیث تو میگه که جنت این تو یک جای است. الله نصیب ما و شما بگردانه که اهل جنت چه و نمیشه. الله میگه و سارعوا الی مغفرة من ربکم، شما سرعت کنین، حرکت کنین به کدام طرف؟ به مغفرت از جانب پروردگارتان. و جنت عرضها السماوات والارض، جنتی که عرض ازی به اندازه آسمان ها و زمین بسیار و زیاد است. اعدت للمتقین، این آماده برای متقیان شده. کوشش کنین خدا در تقوا داخل کنین.